همراه ماموران انتظامی و گروه مشترک بازرسی اصناف به کارگاهی در جنوب شیراز رفتیم که انواع پفک‌های غیر بهداشتی تولید می‌کردند. به این کارگاه رسیدیم که قبلا نجاری بوده و متاسفانه به صورت غیر بهداشتی و فاقد مجوز در این کارگاه پفک‌ها را با رنگ‌های صنعتی رنگدهی می‌کردند. متاسفانه از انواع رنگ‌های غیر مجاز. رنگ‌های غیر مجاز یعنی چی؟ یعنی رنگی که صنعتی مجاز خوراکی نیست. شاید باورش سخت باشد، اما اینجا با دستگاه پیستوله که برای رنگ‌آمیزی ساختمان و خودرو استفاده می‌شود، پفک‌ها را رنگ‌آمیزی می‌کردند. اینجا رنگ‌ها را به صورت مایع درآوردن، تو دستگاه پیستوله ریخته و تو دستگاه میکسر بتون دارن اسنک و پفک به صورت کاملا غیر بهداشتی تولید میکنن. فضایی مشمئز کننده با ظروفی کثیف و غیر بهداشتی. این پفک هندی هست که میرزن تو اینو میارن اینجا با گازی که زیرش روشن میکنن تو این روغن خامی که چندین بار ازش استفاده شده و جالب این که به گفته کارشناس بهداشت کلا تاریخ مصرف گذشته هم هست و اینجا این رو توی روغن میپزن تبدیل به پفک هندی میکنن که توی اون وان الان پیدا هست. تبدیل میشه. از جایی تولید شده و به اینجا انتقال پیدا کرده، اینجا رنگش میکنن و میدنش به جامعه بازار، یا مجددا احتمال داره برگرده به کارخونه هایی که تازه تأسیس شدن، بازاری ندارن، میدن به اونا. برند خاصی هست که ما اسمشو بیاریم یا نه؟ نه فعلا هیچ برندی نیست، ما هیچ پاکتی اینجا پیدا نکردیم. بیش از 6 تن انواع پفک در این کارگاه غیر مجاز کشف و ضبط شد. اغلب به صورت فله‌ای تولید می شده. بخش عمده‌ایش هم به صورت فله‌ای در بازار می اومده و توزیع می شده. یک متهم در این رابطه دستگیر و تحویل مقام قضایی شد. این کارگاه غیر مجاز پلمب شد. خواهشی که ما از مردم داریم اینه که پفک و چیپس و به هر حال کرانچیایی که به صورت فله‌ای و غیر مجاز میاد توی بازارهای روزانه و برخی سوپری‌ها و مغازه‌ها ارائه میشه رو خریداری نکنن. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.